سلام دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز قراره یک کیک مرغ خوشمزه با این مواد غذایی که میبینین درست کنیم که مخصوص مهمونی‌ها و تولداتونه. توی مرحله اول یه پیاز رو به 4 قسمت تقسیم میکنیم، یه سی رو از وسط نصف میکنیم، به سینه های مرغ پیاز و سی رو اضافه میکنیم، برگ بو، فلفل سیاه و زردچوبه و نمک رو هم بهش اضافه میکنیم. حالا حدوداً 2 لیوان آب روش میریزیم و میذاریم روی شعله گاز تا به خوبی سینه مرغ پخته بشه. توی این فاصله مواد دیگر رو آماده میکنیم. دور تا دور نونای تست رو برش میزنیم و همون قسمت هایی که برش زدیم و هم نگه میداریم تا بعد برای تزیین ازش استفاده کنیم. حالا خیار شورامون رو با رنده درشت رنده میزنیم و کنار میذاریم. گردوهامون رو جوری که دندونگیر باشه خورد میکنیم و کنار میذاریم. الان نوبت درست کردن سسمون. حدود 3 قاشق غذاخوری سس مایونز، 3 قاشق ماست، 1 قاشق غذاخوری سس فرانسوی، 1 قاشق غذاخوری پرسس خردل رو به هم اضافه میکنیم و فلفل قرمز و فلفل سیاه و نمک رو بهش اضافه میکنیم و حدود 2 قاشق آب لیمو و با هم مخلوطش میکنیم و سسمون رو کنار میذاریم. حالا سینه های مرغ پخته شده رو خورد میکنیم و توی یه ظرف میریزیم. خیارشور، گردو، سبزیامون که شامل پیازچه و جعفری خورد شده است رو اضافه میکنیم، سس رو هم اضافه میکنیم و خوب مخلوط میکنیم. در همین حد که مخلوط شه کافیه. حالا نونای تستمون رو توی یه ظرف میچینیم، روش از مواد مرغمون میذاریم و دوباره یه لایه نون میذاریم و همینطور تا 3-4 لایه ادامه میدیم تا کیک مرغمون آماده بشه. بعد از اون روی سطح کیک مرغ و اطرافش رو با سس مایونز میپوشونیم و با خورده های نونی که از قبل نگه داشتیم روش رو تزیین میکنیم و کیک مرغ ما آماده است. حالا با هر چیزی که دوست دارین میتونین تزیین کنین. من با جعفری و پیازچه تزیین کردم و با گوجه و هویج 2 تا گل درست کردم و روش گذاشتم. حدود یه نصف روز توی یخچال نگه میداریم تا طعم آب خورده هم بره و نونای تستمون نرم شه. کیک مرغ ما آماده است. امیدوارم که توی مهمونی و تولداتون درست کنید، ازش لذت کافی رو ببرید. لایک و ساب یادتون نره.